سلام بچه ها، صبحتون بخیر. صبح جمعه ساعت 7، همه خوابیدن. ما باشیم بریم کوه. امسال اصلا کوه نرفتم، 2 ماه تقریبا داره از عید میگذره. تقریبا میرفتم هر هفته یا یه هفته در میون، ولی خب خیلی تنبل شدم امسال و خیلی شیرینی شکلات خوردم، اضافه وزن پیدا کردم. حداقل 3-4 کیلو چاق شدم. بریم کوه، باشگاه که نمیتونیم بریم شکر خدا به خاطر بچه ها، ببینیم آیا تأثیری دارد یا ندارد. از تو جلسه اول معلوم نمیشه. بچه ها رسیدیم اونجایی که میخواستیم بریم. اینجا منطقه تفریحی گاوازنگ توی زنجان. اون کوه رو میبینین که دکل داره، از اون میخوام برم بالا. میبینین که چقدر ماشین اومده، همه سحرخیز ماشاءالله. البته من کم دیر کردم، 7:25 است. من تازه رسیدم. تا 6:30 برسی خیلی خوبه. عشان خلوته، اینجوری آفتاب نمیزنه اذیت کنه. ولی خب متاسفانه تا بیدار شم و چیتان پیتان کنم دیر شد. بتونم یه ذره از این قرافرم کم کنم کوه اومدنی خیلی خوب میشه. ما رسیدیم، ماشین رو پارک کردیم. اون کوهیه که میخوایم ازش بریم بالا. حالا بعدش مسیر رو جلوتر میبینیم. ماشینم قفل زدم که خیالم راحت باشه، چون اینجا واقعا خلوته. بعد با تو مامان که ورداشتم بریم که شروع کنیم. اومدیم کوه پر آدمه، اصلا خوشم نمیاد اینجوری کوه آدم باشه روش. ببینم بالا بالا آدم ها رو. اینقدر از راه اومدم، نفسم بند اومده، بدن آمادگیشو از دست داده. متاسفم اون همه دیگه هم مونده تا دکلا. راه هم که میبینی سنگیه، اینجوری دوست دارم. بچه مسیر رو میبینی همش سنگه، همش گوشته. خیلی مسیر باحالیه، سبزم شده، واقعا قشنگه و شهرم از اینجا زیر پاته. البته وقتی برسیم اون بالا مطمئنا منظره خیلی قشنگ‌تری داره و خب یه مقدار سخته دیگه. باید بدون دقیقا با تو کجا میذاری که با سر نخوره. گلا رو ببینیم چقدر خوشگله. حالا پایین شقایق هم دیدم، اگه بازم بود عکسشو براتون میگم. بچه من ذره نفس تنگی هم دارم و اینجوری تنبل هم نیستم. آدم ها رو میبینین رفتن اون بالا. خدا کنه زود برگردم پایین. دوست ندارم یه جایی برم آدم باشه، دوست دارم در سکوت کامل باشه. از این گل بنفشه خیلی خوشگله اینجا. از اون گل سفیدا کنار شقایق هم هستش. ببینید چقدر خوشگله. شقایق بریم که خیلی بچه ها قله رو فتح کردیم، رسیدیم به اون دکلا که میگفتم. بعد بذار این ویو رو هم بهتون نشون بدم از اینجا دیگه. الان قشنگ شهر زیر پامونه، خوشگله. بعد این سمت که میشه در واقع بام زنجان، یه مقبره طوریه، نمیدونم چی میگم به اینجا، درست کردن آرامگاه شهداست. چند تا شهید رو دفن کردن اینجا که میبینیم جمعه صبح اینجوری آدم ها میان نظر نیاز میکنن. بعد اینجوری از این مولودیه چیه، از این شعرهای مذهبی میخونن. دیگه من اونور نمیرم، همینجا بریم.
خب بریم اون سمت یه جای دنج پیدا کنیم بشینیم. این دیواری جلوش نمیذاره دیده بشه، خوشگله. یکی دو بار من داخلش رفتم، نظرم کردم ولی خب حاجت ندادن چون هرداش نمیدونم چرا خراب شد. خیلی خوبه اینجا. انشالله اگه هفته بعد خواستم بیام ولی زودتر میام که چون آدم ها نباشن. کوه بدون آدماش دوست دارم. خب حالا بشیم اینجا یه ذره از این سکوت و آرامش استفاده کنیم. نمیدونم صدای پرنده ها میشنوی یا نه. خیلی قشنگه. ویورم که بهتون نشون دادم، حالا دیگه خودم میخوام نگاه کنم فقط. خیلی خوبه. اصلا طبیعت خودش تراپی به نظر من، به جای این قرص و دارو. البته نمیگم اونا هم حتما لازمه، ولی خب طبیعت اینجوری صدای پرنده ها، سکوت، اصلا یه آرامش خاصی داره. اگه مدیتیشن و اینا هم انجام میدین که دیگه عالیه. فقط اون از خواب بیدار شدن صبحش یه ذره سخته، فقط دیگه میای خیلی خوبه. خب من عکس هم گرفتم، مدیتیشن هم کردم، از آرامش هم لذت بردم دیگه. پاشیم بریم خونه. بکنم بقیه هم بیدار شدن. هوا هم ابری شده داره خنک میشه، ممکنه بارون بیاد. بطری آبم هم سر خورد رفت افتادون پایین. برم اونم بردارم. کردم اینجا تو کوه یه چیزایی در میاد، گیاهیه بهار در میاد، اسمش توخلاجه. بعد که حالا فارسیش میشه چای کوهی. ببین اینجا کنار هستش. بعد اینا خیلی خواص دارن، حالا خواصش نمیدونم چیه. به زحمت توی گوگل بزنین خواص چای کوهی، ولی خب خیلی دمنوشش خوشمزه میشه و میگم خیلی خواص داره. من توی بطریم چیدم چون که چیزی همراهم نبود، بطریمو پر کردم از اینا. بچه این مثل برگشت اینجا بستور میخوره بالا، خیلی حالا تیکهش اینطوری چیزه چی میگن شنریزه و اینا هست، پای آدم سر میخوره. بقیهش هم که رسیم پایین در کلن سنگه، خیلی باید احتیاط کرد پایین اومدنی. بعد اینجا مواقع که جای خطرناک دارین میرین میتونین یه نامه بنویسین بزنین تو جیبتون، بنویسین کار همسرم بود. بعد اگه اتفاقی براتون افتاد دیگه شاید نتونه بره زمین بگیره. خلاصه تا آموزش های دیگر به درود. کوه پر آدمه، اصلا آرام میشه. کوه به هم میزنن، اینقدر سر صدا میکنن، داد بیداد میکنن. حالا من الان دوربین روشن کردم ساکت شدم. اگه سری بعد بخوام بیام حتما باید زودتر بیام. خب همراهی عزیزم، من رسیدم به ماشین. تا اون قسمتی که رسیدم به دامنه کوه و در واقع به ماشین رو سوار شدم ثبت نشده.